این پست تجربه شخصی یکی از پرونده هامه با موضوع ملک ورثه‌ای. پدری فوت میکنه، 3 فرزند داره، یک آپارتمان هم باقی میمونه. یکی از فرزندان داخل آپارتمان میشینه، نه تخلیه میکنه، نه سهم بقیه رو میخره و نه اجازه فروش میده. به نظرتون باقی وراث باید چه راهی رو پیش برن؟ اصولا اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که دعوای تقسیم ترکه مطرح بشه که در این صورت در نهایت ملک به مزایده میره و بعد از فروش هر ورثه‌ای سهم خودش رو میگیره. ولی تجربه ثابت کرده وقتی که ملک به مزایده بره، قیمت کارشناسی ملک در مزایده خیلی کمتر از قیمت واقعی ملکه. مثلا یک ملک 15 میلیاردی رو ممکنه 12 میلیارد کارشناسی کنن و عملا این به ضرر تمام ورثه است. حالا راه حل چیه؟ خب پیشنهاد اول من اینه که اگر راه توافق بازه، یا یکی از ورثه اون ملک رو بخره و یا اینکه با توافق هم یک خریدار پیدا کنن و ملک رو بفروشن و هر ورثه سهم خودش رو بگیره. ولی در خیلی از موارد مثل همین پرونده ما، یکی از وراث، همونی که داخل اون خونه نشسته، لج میکنه. حالا باید چی کار بکنیم؟ چه راهی رو پیش بریم؟ اینجاست که باید دعوای خلیت علیه وارث متصرف مطرح بشه و اگر رأی بگیریم نه تنها باید تخلیه بکنه، بلکه اجرت المثل مدتی هم که اون خونه نشسته رو باید پرداخت کنه. اینجا تازه داستان قشنگ میشه. تجربه ثابت کرده که وقتی دعوای خلیت مطرح میشه، اون شخص ساکن خطر رو احساس میکنه و خیلی وقتا میاد سر میز توافق. اون وقته که میتونید با توافق هم اون خونه رو بفروشید و بدون نیاز به مزایده هر کی سهم خودش رو بگیره. ولی خیلی وقتها با وجود دعوای خلیت باز هم شخص متصرف همکاری نمیکنه. اینجاست که دیگه باید برید سراغ تقسیم ترکه و مزایده. ولی دقت کنید، این راه باید آخرین انتخابتون باشه و نه اولین انتخاب. موفق باشید.